سلام و ستایش بر خداوند یکتا و درود و پیام بر فرستاده خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز گرامی، بینندگان ارجمند. در هر عصر و زمان هر جامعه از افتراگران و نیرنگ خواهان خالی نیست. آنگونه که جامعه ها از دعوتگران دین و کسانی که نیرنگ و دسیسه نیرنگ خواهان را کشف می کنند، باطل آنان را بیان می سازند، نیز خالی نیست. این دو گروه مردمان در هر جامعه موجود و این مبارزه میان حق و باطل همیشه پایدار خواهد بود. امروزها در شبکه ها از جانب عده‌ای که از علم و دانش دینی خیلی محرومند و از حتی انصاف و عقل سالم و منطق درست خیلی کم نصیبند، دعواهای بی اساس شنیده می شود. سخنانی شنیده می شود که پیش از حکم دین عقل سالم آن را انکار می کند، نمی پذیرد. سخنانی که از آن بوی تعصب و قومگرایی احساس می شود. سخنانی که منشأ و مصدرش، سرچشمش، ریشهش کینه و حسادت نسبت اسلام و قرآن است. از بس که بیان و آشکار ساختن دروغ اهل کذب و پرده برداشتن از روی باطل آنان وظیفه دینی و هم انسانی است، خواستیم در این برنامه به یکی از شبهه های آنان، به یکی از دعواهای بی اساس آنان به شکل مختصر جواب گوییم. ادعایی که از تاریخ دین و از ماهیت و فلسفه آن خیلی کم و خیلی سطحی آگاهی دارند و اندیشه های آنان حتی نقیض حقیقت است و گفتارشان خیلی کودکانه است در این موضوع، این شب و روز میان مردم این شبهه را پهن کرده ایستادند که اسلام دین است خاص عرب ها، دین است خاص جزیره عربی، که به ما ملت تاجیک این دین، این شریعت سازگار نیست. ما باید دین نیاگان خود را داشته باشیم و آن را احیا نموده پایبند آن باشیم. به عباره دیگر این طایفه عمومی بشری بودن اسلام را انکار میکنند، برای تمام جهانیان بودن این رسالت آخرین خداوند را انکار دارند و ادعا دارند که این دین، این پیام خاص قوم و قبیله معین است، که البته این نوعی از انواع کفر است که هر کسی میخواهد مسلمان باشد و مسلمان از دنیا بمیرد باید این گونه وباهای فکری و این گونه مرضهای اعتقادی را به ذهن خود راه ندهند. دوستان عزیز، هر شخص میباید به ملت، به وطن و زبان مادری خود افتخار نماید. میباید ملت خود را، کشور خود را، زبان مادری خود را دوست دارد. اما این حس وطن دوستی، این حس ملت دوستی نباید تا اینجا باشد که انسان به قرآن و به اسلام به شبهه نگرد. نباید در دوستداری وطن افراطی شود، چنان افراطی شود که پیام الهی که برای همه بشریت نازلش کرده، آخرین رسالت الهی را منکر شود و گوید این مال کدام قوم معین است، این پیام الهی را از خود بیگانه داند، خود را از این بیگانه سازد. ما تاجیکان در طول تاریخ هویت ملی را با فرهنگ دینی یک جا جمع نمودیم. چه سیاستمداران و دولتدارانمان همچون آل سامان و چه نویسندگان و شاعران و بزرگان علم و اختراعمان همچون سعدی و حافظ و سینا و دیگر توانستیم ما دین و قرآن را با هویت ملی جمع نماییم. میان این دو یگان تناقض، یگان تضاد نمیدیدیم. اگر شخصی رفت و دینی دیگری را برای خود انتخاب نماید، این انتخابی است و این انتخابش چی پیامدها دارد کار اوست و جوابگر اوست. اسلام دینی نیست که برای اجبار به کسی تحمیل کرده شود. اصلا به این کار اجازه نمیدهد. هر کی کدام دینی دیگری را میپذیرد و کافر میشود، لااقل کافری منصف شود. علاوه بر این که منکر قرآن و اسلام میشود، تهمت بر این رسالت، تهمت بر این قرآن نبندد که این قرآن تنها مال عرب هاست. این کتاب کتابی همه جهانیان است. این رسالت آخرین خدا برای تمام بشریت تا روز آخر است. نه محدودیت جغرافی دارد، نه محدودیت زمانی دارد. قرآن و اسلام را مال قوم معین دانستن، این جنایت علیه علم است، این جنایت علیه تحقیق است، این جنایت علیه حقیقت‌های تاریخی است که
هیچ زیایی نباید به خود اجازه دهد تا به این پستی فرآید. بینندگان گرامی، برای اینکه ما از دین آگاهی پیدا نماییم و به ماهیت و خصوصیت‌های آن آشنا شویم، یگانه راه درست و راه علمی و منطقی این است که به ادبیات اصلی و سرچشمه‌های تازه آن دین رو آریم و آن دین را از خود آن دین آموزیم. نه درباره آن دین خوانیم و شنویم، بلکه خود آن دین را مورد آموزش قرار دهیم. یعنی با ماهیت آن دین، از داخل آن دین، بر اساس آموزش ادبیات آن دین و بر اساس نگریستن در تصرف پیشوا و یا پیشواهای آن دین می باید آن دین را بهاگذاری نماییم. تنها در این صورت آموزش ما، بهاگذاری ما آموزشی درست است. اما اینکه ادبیات و گفته های این دین را یکسو گذاریم، سرچشمه های اصلی این دین را صرف نظر نماییم و رفته از بیگانگان درباره این دین ما سوال نماییم، از شرق شناسان غربی و یا روسی و یا شاگردان آنان درباره این دین بپرسیم، کسانی که قلمشان را علیه این دین مسخر نموده بودند و عمر خود را صرف سیاه‌سازی این دین و تعلیمات آن صرف نموده بودند. رفته از آنان ما درباره این دین اگر بپرسیم، در شناخت این دین خیلی اشتباه کرده ایم. از این است که چنین سر و صداها میشنویم که این کتاب عرب هاست، این دین دینی قریش است، این شریعت خاص جزیره عرب است، این دین برای همان عصر و زمان نازل شده، برای این ملت، برای این عصر و زمان سازگار نیست، جوابگو نیست و دیگر از این نوع مصیبت های فکری که هر کجا میشنویم. دوستان عزیز، یکی از حقیقت های ردناپذیر تاریخی در تاریخ اسلام و اینچنین در تاریخ عالم این است که در آخرهای سال 6 هجری و اولهای سال 7 هجری پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به شاهان جهان نامه فرستاده آنان را به اسلام دعوت کرد. این حادثه تاریخی که مسلمانان و غیر مسلمانان آن را میدانند و به وقوع پیوستن آن را قبول دارند، در کتاب‌هایی که در روزگار پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشته شده که کتاب‌های سیرت نام دارند، زیر عنوان دعوت الملوک والامراء الی الاسلام درج گردیده است. یعنی دعوت نمودن پیامبر صلی الله علیه و سلم پادشاهان و امیران عالم را به سوی اسلام. از جمله شاهانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنان نامه فرستاد، امپراتور روم هرقل و اینچنین خسروی پرویز شاه ایران و نجاشی شاه حبشستان و مقوقس شاه مصر بود. یعنی در مقدمه شاهانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنان نامه فرستاد، آنها را به سوی اسلام فراخواند شاه ایران زمین خسروی پرویز، نبیره شاه مشهور انوشیروان عادل. آنگونه که تاریخ نگاران قید کرده اند، دوستان گرامی، نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم به خسروی پرویز بعد واقعه صلح حدیبیه ماه ذوالحجه سال 6 هجری مطابق به سال 627 میلادی، یعنی 1 سال قبل از مرگ خسروی پرویز بوده است. علامه متفکر، مؤرخ و فیلسوف علامه ابوالحسن ندوی هندی در کتاب خود روزگار پیامبر صلی الله علیه و سلم در زیر این عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیق نموده میگوید: قد دلت هذه الكتب على ان دين الاسلام ليس دين العربي او دين جزيرة العربية وانما هو دين الانسانية و دین البشریه. یعنی بیگمان این نامه های پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت بر آن میکند که این دین دینی خاص عرب نیست، این دین دینی خاص ساکنان جزیره عربی نیست، بلکه دینی همه انسانیت است، بلکه دینی همه بشریت است. دوستان عزیز، اگر شخصی از داستان نامه های پیامبر صلی الله علیه و سلم و شاهان دنیا شنود ولی از وضعیت سیاسی قرن 7 میلادی خوب آگاه نباشد و جایگاه و منزلت و مملکت این شاهان را آشنا نشده باشد، حقیقت این حادثه را خوب درک کرده نمیتواند. اما هر که از وضعیت پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاه باشد و این چنین وضعیت این شاهان را و وسعت مملکت و هیبت و وقار و عظمت ملک و کشور آنان را آگاه باشد، خوب درک خواهد کرد که این نامه‌نویسی تکلیف خداوندی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، امر خداوند بود تا این شاهان را
خطاب کند و نامه فرستد و به سوی اسلام دعوت نماید. یعنی پیامبری که حالا از مشکلات محیط خود، از درگیری ها و نبرده های میان قبیله های عربی خود حالا نبرآمده، پیامبری که آمده تا زادگاهش درآید و زیارت عمره کند، اما سران کفر او را اجازه وارد شدن به مکه به زادگاهش نمیدهند و صلح موقتی میکند که نامش صلح حدیبیه است. بعد این صلح حدیبیه امکان دارد که در چنین وضعیت آیا سیاستمداری و اداره کار کشور اجازه میدهد که شاهان عالم را خطاب کند و آنان را گوید از ضلالت و گمراهی خود دست کشید و رو به دین خدا آرید؟ اگر تکلیف الهی نباشد، اگر امر خداوند نباشد، البته که پیامبر صلی الله علیه و سلم حالا مشغول اصلاح محیط خود میبودند، اما که امر خداوند است باید اجرا کنند، باید این شاهان را خطاب کنند که رسالت خداوند از آسمان پیام آمده، باید شما بپذیرید. رسالت فرود آمده که خاص ما نیست، پیام آمده که برای همه شماست و ما موظف هستیم تا این پیام را برای شما رسانیم. دوستان عزیز، بعد شنیدن این حقیقت تاریخی که مسلمان و غیر مسلمان این حادثه را میدانند و یک حقیقت رد ناشونده تاریخی است، بعد شنیدن این که پیامبر صلی الله علیه و سلم به 4 طرف منطقه خود به شاهان بزرگ عالم نامه نوشتند و آنان را به اسلام فراخواندند، بعد شنیدن این آیا به افسانه اسلام دینی خاص عرب هاست، قرآن خاصی جزیره عربی است، میتوان باور کرد؟ مگر عقل سالم این دعوای بی اساس را میتواند پذیرد؟ دوستان عزیز، علاوه بر این واقعه مشهور تاریخی نامه‌نویسی پیامبر صلی الله علیه و سلم به شاهان عالم که برهان قاطع بر عمومی جهانی بودن دین اسلام است و یک ردیه خیلی دندان شکنی بر این دعوای بی اساس است که اسلام خاص عرب هاست، بیایید به قرآن نیز نظر نماییم. به قرآن عظیم الشأن نگریم که خداوند عزوجل در این کتاب درباره این دین و رسالت این دین چه گفته؟ خداوند عزوجل در سوره اعراف فرموده: استعیذ بالله قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. یعنی ای پیامبر به مردم بگو ای مردم من از جانب الله عزوجل برای همه شما، برای عرب و عجم فرستاده شدم. اینچنین خداوند عزوجل در نخستین آیه سوره فرقان فرموده: استعیذ بالله تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. با عظمت است، بزرگ است آن خداوندی که قرآن را به محمد صلی الله علیه و سلم نازل نمود تا برای همه عالمیان بیم دهنده باشد، نه تنها برای عرب ها بلکه برای همه عالمیان بیم دهنده باشد، آنان را از عذاب بد، از گرفتاری بد، حسرت و ندامت آخرت بیم دهد. اینچنین او تعالی در سوره سبع به پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرده می‌فرماید: و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا. ای پیامبر، ما تو را برای تمام مردم به حیث مژده دهنده برای اهل ایمان و تقوا و به حیث بیم دهنده برای اهل کفر و شرک فرستاده. الا کافة للناس، تو را برای تمام مردم فرستاده، خاص کدام قوم و قبیله نیستی. برای عرب و عجم تا روز قیامت پیام تو را پیام آخرین قرار داد. دوستان عزیز، اگر دلیلی از احادیث بر مسئله عمومی جهانی، عمومی بشری بودنی دعوت اسلام میخواهیم، در حدیثی که آن را امام بخاری و امام مسلم روایت کردند که این گونه حدیث صحیح ترین درجه احادیث محسوب است، از جابر ابن عبدالله روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: و کان النبی یبعث الى قومه خاصه و بعثت الى الناس کافه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیثی که بعضی از خصوصیات های را که خداوند برایشان عطا کرده است بیان نمودند، این جمله را نیز ذکر نمودند که هر پیامبر برای قومش مخصوص فرستاده میشد، اما مرا خداوند برای همه بشریت فرستاده است. پس دوستان عزیز، این دلیل ها از قرآن کریم، از احادیث صحیح، از حادثه های ثابت شده حقیقی تاریخ افادهگر این هستند که این دین دینی خاصی قومی نیست، دینی جزیره عرب نیست و این رسالت آخرین و کاملترین الهی را
اعتقاد نمودن که خاص قومی است و به قوم دیگری سازگار نیست، خاص زمان است و به زمان دیگری جوابگو نیست. این اعتقاد داشتن بر نقصان این کتاب و تکذیب بر این همه آیه هایی است که عمومی بشری و عمومی جهانی قرآن را افاده گرند. و این گونه اعتقاد داشتن کفر آشکار است دوستان عزیز، که شخصی که ایمانش و دینش برایش عزیز است، ارزشمند است، از این گونه اندیشه های کفری باید بپرهیزد، دور باشد. این بود دوستان عزیز چند گفته مختصری اطراف این شبهه‌ای که این شب روز در شبکه ها چرخ میزند. این دعوای به اساسی که قرآن و اسلام را خاص قوم و قبیله میداند. خواستیم بر این مسئله اعتقادی و خیلی خطرناک که انسان اگر به شکل درست آن را اعتقاد نداشته باشد از دایره اسلام خارج می شود، خواستیم توضیح بیان نماییم. باقی در حفظ و امان خداوند باشید.